به ویدیو دیگر کلاش آف کلنز آموزش زدن چالش سوم هالند. بریم داخل کفش طلا. خیلی آسونه به نظرم چالشاش. اینجا ما میایم اول از همه این قسمت، اینجا دو تا گابلین میندازیم. اینجور نیرومون اصلا خیلی زیادن به نظرم. اینجا یه دو تا هالند تا این رو بزنم، دو تا این طرف. حالا اینجا یه بولر میندازیم، یه پویزن. حالا بولر هم آسیب بزنه کلی. این هم که قشنگ مردن. یه اسکلت میندازیم روی تانهال تا تانهال فعال بشه. والکری والکری هم اتیش در اومد. حالا من اینجا یک دو تا میندازیم. ببین تانهال رو میتونم بزنم. آره تانهال رو میزنم. اینجا هم یه هالند جسه زده تانهال. این میگم تانهال راحت زد. یه هالند اینجا، یکی هم اینجا، یه هالند اینجا برای زدنش. خیلی راحت سه میشه. دو تا هالند دیگه، یه هالند برای تسلا. الان راحت دیگه سه میشه. تازه نیروهای کلن کستلش هم زنده بود. چالش هالند بعدی خدا